سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امروز پنجشنبه است و آخر هفته به حساب میاد دیگه و میخوام امروز با من باشین و بهتون نشون بدم. توی ویدیو بهتون گفتم من تو شهر کوچیک زندگی میکنم. امروز تو این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم که مثلا ماها آخر هفته ها تفریحمون چیه و عملا واقعا هیچ تفریحی نداریم. ولی امروز میخوام بهتون بگم حالا اگه مثلا خیلی هم تفریح اینا داشته باشید چجوریه. جدا از اون میخوام با خودم ببرمتون سر کار. حالا بیشتر بهتون توضیح میدم چه کاری، ولی یه هفته است که یه کار جدید رو شروع کردم و استارتشو یه هفته است که زدم. حالا نمیدونم چی میشه آخرش، چون این بیزینس واسه خودمه، مثلا اینجوری نیست که برم واسه یکی دیگه کار کنم. بخاطر همین خیلی استرسش رو دارم. حالا نمیدونم آخرش چی میشه، ولی میخوام بهتون نشون بدم که محل کارم کجاست. بچه من قبلا کارم بلاگری بود و هر کاری که انجام میدادم تو خونه بود. خب بخاطر همین لازم نبود که صبح خیلی زود بیدار شم، هرچند که من قبلا خب یه نظم خیلی زیادی داشتم و صبح خیلی زود بیدار می شدم از خواب. یه مدت بود، یه 2-3 ماهی بود که کلا مثلا دیر بیدار می شدم. خب هر کاری دلم بخواست می کردم، ولی الان چون یه کار جدید شروع کردم و لازمه که همه انرژیمو واسش بذارم، خاطر همین صبح خیلی زود بیدار شم، از خیلی از تفریحاتم بگذرم، مثلا نمیرسم به کارهای خودم، حتی نمیرسم ویدیو اینا بگیرم. یعنی تو این یه هفته اصلا نتونستم ویدیو بگیرم واسه یوتیوب. خاطر همین یه کوچولو سختمه. الانم ساعت 7:30 قرار شد که ساعت 6 بیدار شم برم دوش بگیرم، ولی واقعا نتونستم اصلا بیدار شم. خیلی سختمه. حالا یه کوچولو راجبه کارم بهتون بگم که اصلا چه کاری رو شروع کردم. من با خالم و یکی از دوستامون که حالا یه فیلمساز خیلی قوی هست که کلی جایزه اینا داره و خلاصه کارش خیلی درسته، یه شرکت تبلیغاتی تو بانه راه انداختیم که اولین شرکت تخصصی تبلیغات هم هست و جدا از انجام مثلا تیزر تبلیغاتی و اینا یه پکیج کاملیم که مثلا اونایی که میخوان کسب و کارشون رو رشد بدن میان مثلا کسب و کارشون رو به ما میسپارن و هم واسهشون تیزر تبلیغاتی درست میکنیم، هم بهشون مشاوره میدیم راجع به کسب و کارشون، همین که این یکی کار منه واسهشون تولید محتوای خیلی حرفه‌ای و خلاقانه میکنیم. چون میدونید دیگه من بهتون گفتم 5-6 سال کلا دارم تو اینستاگرام فعالیت میکنم و فوتوفاین کار اومده دستم. جدا از پیج خودم تو جاهای دیگه هم کار کردم که خب تونستم خیلی به رشد پیجشون کمک بکنم. خلاصه بهشون میگم که مثلا آموزش میدم و بهشون میگم که باید چی کار بکنن که کسب و کارشون رو رشد بدن. جدا از اونم یه پلن دیگه دارم که فعلا نمیخوام راجبش حرف بزنم، چون معتقدم قبل از اینکه یه کاری انجام بدی اگه بری راجبش حرف بزنی دیگه 100% کار اصلا انجام نمیشه. چون واسه خودم پیش اومده مثلا واسه یه کاری خیلی برنامه‌ریزی دقیق داشتم، ولی چون اومدم گفتم به یه نفر حالا یه جایی راجبش حرف زدم، کلا انرژی کار رفته و دیگه نشده که انجامش بدم. ولی حالا یه پلن دیگه هم دارم که دارم کارشو انجام میدم. اگه اوکی بشه اولین نفر میام به شما میگم. حالا شاید به خودت بگی اول صبح این همه میکاپ و سایه و فلان و اینا چیه؟ امروز فیلم برداری دارم، به خاطر همین که مجبورم میکاپ کنم، ولی در کل من بیشتر روزا رو میکاپ میکنم چون خیلی به میکاپ علاقه دارم. این واسه اینه. خب بچه من صبحونم رو خوردم، بعد میکاپ هم کردم دیگه، فقط مونده چیز کنم، لباس بپوشم. خیلی جالبه. الان داشتم به بینیم نگاه میکردم، مثلا آخر شب فرم بینیم خیلی قشنگه، با وجود اینکه 2 سال از چیزم میگذره عمل بینیم، ولی هنوزم شبا که میخوابم صبح بیدار میشم برم میکنم. نمیدونم چیه. من اکثر روزا رو پیاده میرم سر کار، ولی امروز خدایی خیلی سرد بود دیگه، به بابام گفتم منو برسونه. آقا من رسیدم، اینم از تیپ من. البته این کیفم بهش نمیخوره، ولی امروز خیلی وسیله مسیله داشتم.
کولمم به تیپم نمیخورد، به خاطر همین دیگه گفتم اشکال نداره اینو ببرم، بریم که امروز با هم باشیم. اینجا اتاق منه ولی فعلا وسیله نبردم، همین یه دونه پایه رو آوردم. به این کوچولو اینجا بهتون نشون بدم. بچه ها الان ساعت 12:30 و من باید بیام جلو دوربین یه سری چیزا توضیح بدم. ایشون هم خالمه. سلام کن. یک محتوای تاثیر. بچه ها جون سلام، چطورین؟ دندونم درد میکنه. ایمان طفلی، ایمان فقیر. آقا یه موزیک خوب بذار واسمون. داشتم اینو میگفتم از این باحال‌تر بعد از ظهر که برگشتم خونه یه کوچولو خوابیدم، بعد از ظهر رفتم سر کار دوباره، بعد یکم پیش ایمان اومد دنبالم. شبا قرار بریم مهمونی دیگه. چی؟ آها اومدم بهتون نشون بدم که واقعا تفریح دختر پسرای شهر بانه چیه. اجازه بدیم. تنها ویوی تفریح ما اینه که مثلا اینجوری میایین تو ترافیک همدیگر رو میبینین، حالا مثل اندرزگوینا نیست که به هم دیگه شماره هم بدن، همینجوری نگاه میکنن بعد مثلا فقط در حد نگاه کردن ساده است، اصلا شماره بازی نیست. آره بعد چشم رو نه دیگه عزیزم گوش بده، داشتم توضیح میدادم. بعد دیگه واسین خودمو نشون بدم. از شهرمون کوچولوه دیگه، مثلا بیشترمون همدیگه رو میشناسیم دیگه. مثلا فلان دختر رو میبینه ازش خوشش میاد دیگه، لازم نیست شماره بهش بده، شب میره خونه بهش دایرکت میده و اوکی میشن و فلان و اینا. خلاصه که اینجوری چیزی بهتون میگم، شهر بانه جزو شهرهای کوچیکیه که خیلی ماشین خارجی داره. خدا یه دونه هم قسمت ما بکنه، ولی در کل اونقدری که مثلا تو شهر بانه ماشین خارجی اینا هست، تو هیچ شهر کوچیک دیگه ای تو ایران از این خبرا نیست. خب به خاطر اینکه چون شهر مرزیه، بعد بیشتر مردمش خیلی پول دارن. حالا مثلا این سری هستن ثروتاشون میلیون دلاریه، خیلی راحت ماشین گذر موقت میارن. مثلا به خاطر این کردستان عراق خیلی راحت ماشین الانم که مرزا که کلا باز باز شده اینا. خلاص این دیگه. بچه‌ها من برگشتم خونه تا خیلی شلوغه، ببینید. باید برم یه دوش بگیرم، بعد آماده شم که بریم مهمونی. آماده شدم خودم بهتون نشون میدم. بچه‌ها این شد تیپ نهایی من. اینم از میکاپم، آینم هم خیلی کثیفه. اینم اتاقمه. بچه‌ها یه چیزی راجع به مهمونی بهتون بگم و برم. این که ما تو شهرهای کوچیک اینجوریم که مثلا مخصوصا پنجشنبه شبا حتما مهمونی اینا میریم. حالا مثلا یه سری دوستا هستن که دوره همی دارن، یعنی مثلا هر هفته میرن خونه یکیشون. حالا مثلا امشب ما قراره بریم خونه یکی از دوستای بابام. خلاصه که اینجوری. امیدوارم که از این ولاگ لذت برده باشید. خیلی دوستتون دارم. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدافظ.